السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر شما. خدا شما را عمر دراز و تنی صحت دهد، دشمنان شما را زیر پا کند و دوستانتان را تاج سر. داملای عزیز، التماس این شعر مرا گویید. در کودکی بازی، در جوانی مستی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ درونش را کشاید سوال ها هستند. این شعر شما نیست برادر، این شعر حکیمان ما و شماست. این در تنبیه الغافلین و چنان عباره عربی آمده است: اذا كنت صبيا تلعب مع صبيان و اذا كنت شابا غفلت باللهو و اذا كنت شيخا صرت ضعيفا فمتى تعمل لله تعالى. این یکی از حکیمای ما و شما با زبان عربی گفتند که یعنی در کودکی بازی، در جوانی سستی، در جوانی غافلی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجتهایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. خانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. این در تنبیه الغافلین و چنان عباره عربی آمده است: اذا كنت صبيا تلعب مع صبيان و اذا كنت شابا غفلت باللهو و اذا كنت شيخا صرت ضعيفا فمتى تعمل لله تعالى. این یکی از حکیمای ما و شما با زبان عربی گفتند که یعنی در کودکی بازی، در جوانی سستی، در جوانی غافلی، در پیری سستی، خدا را کی پرستی؟ یعنی 3 مرحله حیات داری. وقتی این تو با سستی و با غافلی و با بی‌پروایی میگذاری، بعد کدام وقت خدا را عبادت میکنی؟ این شعر یکی از حکیمای ماست. سلام داملا حضرت، خدا نگهدار شما باشد. با سوال من جواب گردانید. سر لیچ نماز خواندن چه خاصیت دارد؟ این مسئله چندین بارها جواب گفتیم. برای همین عبارات مختصر هم هست: و حسر رأسه الا تذللا. یعنی سر لیچ نماز خواندن صاحب مختصر کراهیت میگویند، لیکن تذللا گفتن حضرت، یعنی اگر کسی که شکسته باشد، کسی که مثال با طریق یک یعنی بگیم خاکسارانه یک خشوع، اگر سریلیچ هم که نماز بخواند نمازش درست می شود. برای کسی لازم است این مسئله بیاید، انشاءالله با شهر میتیم با همراهی صحبت میکنیم. این مسئله را چندین بارها گپ زدگی هستیم. سلام داملای عزیز، ما از شما خواهش میکنیم که به سوال ما جواب گردانید. سوال ما چنین است: در خانه ثواب نماز بسیار است یا که در مسجد؟ ثواب خانه چند است، ثواب مسجد چند است؟ البته صحبت های زیاد در این باب فضیلت مسجد شما شنیدگی هستین. این نماز با جماعت، حتی پیغمبر خدا گفتن خیر من صلات الفذ ب27 درجه. یک نمازی که در خانه شما تنها میخوانین یک ثواب دارد، یک نماز است. اگر وقتی آمده در مسجد میخوانین
27 نماز حساب میخورد. یعنی در یک روز اگر شما 5 بار جماعت کنین، حساب کنین که 135 ثواب شما میگیرید. اگر 5 بار در خانه خواندین 5 ثواب میگیرین. کدامش برای شما بهتر است؟ و حتی حدیث های پیغمبر است، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. اینم حدیث صحیح پیغمبر است. کسی که همسایگی مسجد در زندگی میکند و مسجد رفته نماز نمیخواند، نماز وی قبول نمیشود. این حدیث ها هم در باب فضیلت مسجد آمدگی هستند. صفحه را روز کنید. السلام علیکم بابای داملا. سلام و درود بسیار بر آن ذات پاکی که مرا و شما را از پیروان محمد صلی الله علیه و سلم آفریده است و شکرانه آن را میکنیم که ما را با یک جای مقدس مدرسه محمدی هدایت کرده است که از کلام شیرین شما دردانه ها میچینم و راه راست را از باطل جدا میکنم. یک سوال دارم، بسیار ضرور است اگر در مساجد دیه از آن را در درون مساجد دهند که با غیر آن کسانی که در داخل هستند کسی نشنود، چی می شود؟ در بیرون مساجد مؤذن میگوید که شرم میکنم. التماس جوابش را با طریقی تعجیلی گردانید. اگر برای اذان دادن تو شرم کنی، تو لایق اذان دادن نیستی. تو هیچ وقت لایق نداری که اذان دهی در بیرون. وقتی تو شرم کنی که اذان میدی، نخواه که اذان دادن در شرم کنی. حالا که پیغمبر خدا چی میگه؟ اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. بلندترین گردنها در روز قیامت گردن کی است؟ گردن کسانی که در دنیا اذان میگفتند. از همه بلندترین گردن اونهاست. این یک دعوت است، یک جهاد است که وقتی میگوی الله اکبر الله اکبر، خدای ما بزرگ است، خدای ما بزرگ است. حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیایید به سوی نماز، بیایید به سوی نجات. چی جای شرم دارد؟ در داخل مسجد چی در دیه باشد چی در شهر باشد اذان گفتن مکروه است، جایز نیست. باید در بیرون. یک حدیث پیغمبر است که هر چیزی که آواز شما را میشنود همه همانها در حق تو طلب مغفرت میکنند. چیزی که آواز تو را میشنود اونا همه مغفرتگو در حق تو میشوند. چی جای شرم است؟ اگر مادام شرم میکنی همی برادر کسی باشد، حق نداری تو اذان دی. اذان احتیاج به تو هم ندارد، احتیاج دارد به شخصی که غیرت دارد، هوس دارد. در دورای پیغمبر خدا مؤذنا زیاد بود، لکن بلال پیغمبر خدا جدا کرد. برای هوس داشتن، غیرت داشتن. سوال دوم این هست که میگویند که اگر نمازهای قضا داشته باشی، مثال چند سال نماز نخوانده بودی، نفل خواندنت ممکن نیست. اگر من تا نمازهای قضایی را ادا نکردم ممکن از دنیا گذرم، پس کی در حق پدر و مادرم 2 رکعت نماز میخوانده باشم؟ روشنی اندازید. با احترام بسیار، یکی از مخلصان اشدی شما. برادر میشود که همان قضایایی که تو میخوانی و حکم واجب داره. تو قضایات بخوان در حق پدر و مادر دعا کن. اگر خاطری تو برای پدر و مادر دعا کردن باشد، قضایی بخوان، قضایی را بخوان در حق پدر و مادرت است. در حق کدام اولادی نباشد ثواب شو ببخش، درست می شود. شرط نیست که همون 2 رکعت فقط به نام پدر و مادرت نیت کنی. نیت های قضا تا بکن، در همون فاتحه در حق پدر و مادر دعا کن، درست می شود. اینش بهترین صورتش همین است. التماس امکانیت باشد همین جمعه جواب دهید. یکی از مخلصان شما، این جمعه پیشین برادر نویسنده است. محترم داملای عزیز، بسیاری از مردم به فهمیدن این سوال محتاجند. میخواهم شما با ما فهمونید فرق بین بنده مؤمن و مسلمان در چیست؟ فضیلت کدامش بیشتر است؟ اینها مؤمنانند و کیها مسلمانانند؟ یعنی مؤمن از مسلمان چی فرق دارد؟ حضرت عطا ابن ابی رباح در یک حدیث میگوید که ادرکت اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم،
من صحابه های پیغمبر را درک کردگی هستم، همراه پیغمبر خدا را صحابه هاش نشستگی هستم. و هم یقولون نحن المؤمنون المسلمون، میگوید همون صحابه میگفتن که ما مؤمن و مسلمان هستیم. یعنی مؤمن و مسلمان هیچ فرقی ندارد. کسی که ایمان بر خدا دارد، در بعض کتاب ها میگویند که کسی که همین ایمانی به خدا داشته باشد وای مؤمن است. مسلمان کسی هست که نماز میخواند و روزه میگیرد و زکات میدهد، این دیگر امرهای خدا را که به جا آورد، این حالت تسلیم شده در امر خدا میشود، اینجا مسلمان میشود. مؤمن تنها کسی است که فقط به خدا ایمان دارد، خلاص، دیگر هیچ عملی خیر ندارد. لکن این حضرت عطا میگوید که این یکی از صحابه پیغمبر است. من صحابه های پیغمبر را دیراب کردم. مؤمن و مسلمان همش یک معنا دارند، میگوید همش یک طایفه هستند، همش یگان فرق در بین مؤمن و مسلمان نیست. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا. با سوالی که شما جواب میگردانید پر از حدیث و دلیل های قناعت بخش میباشد. با شما با یک چند سوال مراجعت کردنی هستم. سوال چنین است: از بس که در بین مردم ما عنعنه شده است سنگچه گردانی، یعنی ختم خوجه، ما در محل زندگی میکنیم که در آنجا سنگچه یعنی ختم خوجه میگذرانیم، در بین ما ناراضگی پیدا میشود. بعضیاشون میگویند که پیش از پیشین درست نیست و بعضیاشون میگویند که بعد از پیشین درست است. در همین خانه ما از سنگچه میگردانیم. از قضای الهی باز یک شخص دیگر وفات کرد. تا این وقت ما قریب 1 سال در این خانه سنگچه میگردانیدیم. پیشوای ما با سنگهایی که پیش میگذرانیدیم رازگی نداد، گفت رفته سنگچه های نو بیارید. رفتن در شب سنگچه آوردن. میخواستیم آید این مسئله چیزی بگویید، یکی از اخلاصمندان و مخلص دائمی شما، و بگویید که بعد از نماز شام بعد 1 ساعت خواندن نماز خفتن درست است؟ درست است. بعد خفتن بعد شام میتواند که بعد 1 ساعت اگر ضرورت داشته باشد میتواند که نماز خفتنش ادا کند، و الا نکم از 1.5 ساعت شما باید که توقف داشته باشید. اقلا 1.5 ساعت، اقلا 1 ساعت و 15 منوت ایستید، بعد نماز خفتن خوانید، انشاءالله ثواب میگیرید. سراسیمه باشی، یگان کار تعجیلی باشد، 1 ساعت پس خوان، انشاءالله درست میشود. و این سوال سنگچه گردانی که هسته، این باز وفاتی نو شد، باز برای این سنگچه نو راستی بار در یگان آیت و حدیث در باب سنگچه گردانی چیز آمدگی نیست. خدا رحمت کند بابای مولا شریف همه شما میشناسید، در همین محله ما بود، داملای بخارایی بودند، استاد ما هم بودند. شاید وقتهای زیادی ما در پیش همون کس فری میشد، برای بیمار بودند، در جایگاه خواب بودند. همون کس میگو بچم دایم در کجایی که رفتین حضرت تبارک خوانید، دعا کنید بس، حضرت تبارک خوانید بس. این از زبان حضرت داملا مولا شریف همین محله ما و شماست. و من هم گفتی همین حضرت تقویت میبخشم، زیرا که امروز همون برادرایی که سنگچه میگردانند همونها همین سنگچه گردانی را از عهدهش نمیبرایند. برای سنگچه گردانی ممکن 10 نفر لازم باشد، ممکن 15 نفر لازم باشد. این خودش یک مشقت یا مشکلات خانه هم مرددار آوردن است. بهتر و خوبتر می شود اگر کدام گپی مرا میشنوید او رو صندوقچه همین خیریه را ما میکشاییم. یک کس سوال داده است که چرا یگان ملا در باب پنجشنبگی گپ نمیزند؟ 10 بار گفتیم شما گوش نمیکنید. مادام گوش نمیکنید 5 کس نیست 10 کس خانتان را مهمان کنید، 10 کس نیست 20 کس مهمان کنید. ما 10 جا خبر دادیم. برادرای عزیز، همون مرده شما محتاج یک خواندن اگر سوره ملک یعنی تبارک باشد، همین 3 نفر زیاد بس است. یک طبق آدم در خانه جا کن. بسیار اگر نافار باشید 2 طبق آدم جای کن بس. آخه چی لازم اینقدر خراجات زیاد؟ 10 بار از رهبری بگیم جمهوری سرکرده در باب همین خراجات های بی معنی چندین بار صحبت ها کردن. من در همین قصر فرهنگم برآمد کردیم، خاصه در همین باب
که امروز مردم ما بی نهایت اسرافکار شدن. برای یک عروس شهر بردن شهر قریب 30 ماشین 40 ماشین همینجا راه میراد میآید. همینا چی لازم؟ همین اسراف های زیاد. این معرکه هایی که شما میکنین همه شما رو بین، همین کدام معرکه کنی را که میریم خبر میگیریم بیچاره قرضدار است. قرضدار است. صاحب الدین مغلول فی قبره لا یفکه الا قضاء الدین. پیغمبر خدا گفت اگر تو با همون قرض از دنیا بگذری، قرض تر وقت فرزندا کنده نتونستند، تو در زنجیرهای آتشین در عذاب خدا گرفتار هستی. بهنیایت بهترین صورت شمین است که یک آدم تبارک خان بیارین، آدمی که قرآن از روی تجویدش میخواند، درست میخواند، آورده مهمان کنید و قرآن خواند، در حق پدر مادرتون دعا کند. این سنگچه و ایناش میتونین که یک طرف بگذارین، همین دلیل همین فتوای بگیم بابای ملا شریف یا فتوای ما را پیشه کنین، انشاءالله در این کار شما ثواب میگیرین. لیکن نفاریتان اختیارتون، 100 سنگ بیارین 200 سنگ بیارین کردن بگیرین. ما در همین محله شکر خدا که در یگان جور سنگچه نمیگردونیم، همش با همین ختمی خواندن سوره تبارک انجام مییابد. در دست یک خیلش 10 تا سنگچه اخلاص سر میکنن، چنان بخواننش که باور کنید یگان تا همون سوره قرآن در پیش یگان عالم گذراندگی نیست، همش گناهگار هستند. یا 79 بار میگه در همین ختم خوجه سوره الم نشرح خونده شود، که همونا را پرسان کنید یگان الم نشرح را میدونه؟ همه رو باور کنین یگان جای مثال تحقیر کردن شما نیست. دست ها دست سنگ در پیش همون دسترخوان منتظر همون شوربا از کی شوربا میآید. تستر همین سنگچه را پرتافته است، تستر بود شود، تستر همین شوربا را خورید خیلی می شود مرده به دست داخل. اینا هیچی معنی ندارن، نیست، نه در قرآن است نه در احادیث پیغمبر خداست. میتونین هم یک سوره تبارک یک ملا بچه را برین بخواند، اگر اراده ثواب داشته باشین، نداشته باشین اختیارتون کدام راهش پیش شما میگیرین. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم برادر عزیز حاجی مرزا. دعا میکنم خداوند عقیده اسلامی شما را باز هم پاک و شما را داخل جنت بگرداند. بعد شنیدن موعظه های شما و مطالعه بعض کتاب ها، بعض سوال ها پیش من پیدا شد. من نسبت همه عالمان اسلام احترام و محبتی مخصوص دارم، خصوصا ابو حنیفه را همچون محدث و مفقه دوست می‌دارم و اعتراف میکنم. برادر عزیز، مقصد من فقط فهمیدن حقیقتی در اسلام است. یکم، مذهب چی معنا دارد؟ دوم، برای چی در زمان رسول اکرم و خلفای راشدین مذهب نبود؟ سیوم، آیا یگان دستور از رسول اکرم هست که بعد او اسلام عزیز را به مذهبها تقسیم کنند؟ چهارم، من میخواهم فقط و فقط در اطاعت خدا و پیروی محمد صلی الله علیه و سلم باشم. آیا من خطا میکنم؟ برای من دعا کنید. مذهب معناش رویش است، پیرو شدن است. ما و شما در مذهب ابو حنیفه هستیم، یعنی پیرو ابو حنیفه هستیم. برای چی در دوره های پیغمبر خدا و خلفای راشدین مذهب نبود؟ برای اون زمان ها مذهب احتیاج نبود. وقتی پیغمبر خدا بودن، وقتی چاریار بودن، اونجا اختلاف پیدا نمی شد. هر اختلافی که پیدا می شد پیغمبر خدا در حال او را حل می کرد. هر اختلافی که پیدا می شد این چهاریار حل می کرد. بعد اینها گذشتن، یعنی همگی قریب 30 سال این 4 یار پیغمبر خدا خلافت دوام دادند. بعد این 30 سال ببینید در دوره های حضرت علی علیه اختلاف در بین مسلمان پیدا شده بود. علی با کی جنگید؟ با حضرت معاویه. چندین هزار مسلمان ها نابود شدند. اختلاف ها علیه بعد پیغمبر خدا اختلاف ها سر شده بودند. در دوره های ابو حنیفه میگوید کتاب ده، یونانی ها میگد بسیار یک فلسفه باطله خودشان در تمام دنیا میگه انتشار کرده بودند.
حتی که مثل مخلوق گفتن قرآن یا انکار عذاب قبر یا انکار دیدار خداوند یا بسیار حدیث‌های ضعیف و حدیث‌های باطله را در حدیث‌های پیغمبر خدا داخل کرده بودند. این امام‌ها برای آنه که مردم این عقیده‌های باطله را در خود اختیار نکنند و فرقه فرقه با یکدیگر دشمن نشوند، این راه راست برای ما و شما کافته یافتند دادند. باید که ما و شما البته پیرو یکی از این مذهب باشیم. این برادر میگوید من فقط در اطاعت خدا و پیغمبرش فقط و فقط البته خطا میکند. این خطای محض است. میتواند آدمی که مجتهد باشد مذهب نداشته باشد. ما مجتهد نیستیم، ما مقلد هستیم. ما نداریم همه قوتی را که از حدیث و از آیت چیز اجتهاد کنیم، نداریم. از این خاطر پیرو یکی از این مذهب بودن برای ما و شما ضروری است تا که گمراه نشویم. السلام علیکم بابای حاجی داملا عزیز و مهربان. من یک مخلص شما می باشم و شما را بسیار دوست و عزیز می شمارم. اله خدای زبانت را از این برا گرداند. اله خدای دشمنانت را خار و ذلیل گرداند. من به شما از روی دوستی داشتن 4 کتاب را به شما تحفه کردم. بابای داملا شما در حق من و پدر مادر من دعا کنید. با احترام کریموف عبدالله قشلاق دهنه. این برادر 4 کتاب بی نهایت ذلول برای ما بود. جمعه پیشین آورده دادند. خدای مهربان پدر و مادر این اکای عبدالله را رحمت و مغفرت بگرداند. و هر یک حرفی که از این کتابایی که به ما تحفه کردند خداوند در نامه اعمالش حسنات کتابت کند و مراد و مطلوبهاش خدای مهربان حاصل بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی قدر. من از شما خواهش میکنم که با سوالی من جواب گردانید. سوال من چنین است: بازی هایی که ما میکنیم با توپ بازی های ورزشی است. موی سفیدها میگویند که این بازی ها را نکنید، این گناه است. آیا گناه است یا نه؟ گناه نیست، بازی کنید. اگر کدام این مثال با توپ بازی میکنید بازی کردن گیرید. به نهایت حتی که در حدیث های پیغمبر خدا میگذرد بهترین بیکاری شما همین است که شما شناوری را یاد گیرین، شما اسب دوانی را یاد گیرین، شما تیر اندازی را یاد گیرین. اینها را باید همه امت پیغمبر خدا از عهده اینها براید. حتی شما می توانید که یک وقت معین خدا در نردی نه، در دمینابازی نه، در ششکبازی و قرطبازی نه، در بازار سیر کردنش نه، بلکه در همون بازی فوتبال بگذارونید. این برای شما بهتر ثواب دارد. انشاءالله بدن شما با قوت می شود، بدن شما بی درد می شود، باکی ندارد، گناهی ندارد. کدام موی سفیدی می گوید یگان حجت ندارد، دلیل ندارد. السلام علیکم چراغ علم. پیش از همه از درگاه خداوند سلامتی شما را خواهانم. داملای محترم، سوال: وقتی که آدمیزاد وفات می کند جسد او در قبر می ماند و روح او به کجا می رود؟ التماس بابای حاجی با ما کمی هم باشد فهمانید.